أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران و دوستداران آموزش زبان عربی، الحمدلله که ما و شما از کتاب تعلیم زبان عربی 46 درس گرفتیم و بنده حالا میخواهم درس 47 را به سمع شما برادران و خواهران تقدیم و پیشنهاد بگردانم. صاحب کتاب میگوید الدرس السابع والاربعون، یعنی درس 47. درس 47 به مثل درس های گذشته کلمه های نو برای حفظ کردن دارد که باید این کلمه ها حفظ کرده شوند، از یاد کرده شوند با تمام نازکی هایشان، بعداً حوار این درس خوانده شود. کلمه های نو این درس 47 چنین است که صاحب کتاب میگوید تابعون. تابعون یعنی مرکه، یعنی آن چیز خردکه که یا کاغذ خردکه که در اون رقم ها نوشته شده است، یا در اون زمان های پیش بود که می خریدی 1 سوم و 2 سوم و در یگان چیزهای روان کردگی یا در داکیومنتاسیا، در چیزهای داکیومنتی و اون را می چسبانده، اون را عربا میگن تابع. پس اون به تاجیکی ترجمهش می شود مرکه. تابعون مرکه. جمعش می شود توابع، یعنی مرکه ها. توابع صیغه منتهی الجموع است، غیر منصرف است، آخرش تنوین را قبول نمی کند. بعد از این میگوید ظرفون. ظرفون یعنی ظرف. ظرف یعنی زمانهای پیش حال هم هست که ظرفی هست در داخلش یگان رساله و یگان پیام و یگان چیزی را میگذاری برای کسی را روان میکنی، اون ظرفی که کاغذی است اون را میگویند ظرفون. اصلا ظرف فقط برای اون نیست در زبان عربی. ظرف اصلا هر چیزی که در داخلش یک چیز مانده میشود اون را عربا ظرفش میگن. فرق ندارد که آهنی است یا فرق ندارد که چوبی است و از ورق است، هر چیزی که باشد در داخلش چیزی مانده شود اون را عربها ظرفش میگن. اما در اینجا چطوری که در صورتش نشان میتید، یعنی چیزی کاغذی که در داخلش یگان پیام گذاشته برای دیگرها را فرستادن استفاده برده می شود. پس ظرفون ظرف. ظروفون ظرف ها، جمع ظرف. ظروفون ظرف ها. بعد از این میگوید صندوق البریدی. صندوق البریدی یعنی صندوق نامرسان، صندوق نامبر یا برید. برید می شود پاشته. پس صندوق پاشته یا صندوق نامرسان یا صندوق نامبر، زیرا که برید با تاجیکی ترجمهش می شود نامرسان، نامبر، اینها را میگویند برید. پس صندوق البریدی یعنی صندوق نامرسان، صندوقی که در داخلش نامه را میگذاری. بعد از این میگوید خطابون. خطابون به مثل رسالتون هست، در گذشته خوانده بودیم. رسالتون، خطابون، اینا هر دوش به تاجیکی پیام، به تاجیکی می شود پیام یا نامه. جمعش می شود خطاباتون. خطاباتون جمع مؤنث سالم، یعنی نامه ها، پیام ها. بعد از این میگه طریقون. طریقون یعنی راه. طریق راه را میگویند. جمعش میشود طرقون، یعنی راه ها. بعد از این میگه حجرون. حجرون یعنی سنگ. حجر سنگ را میگویند. جمعش میشود احجارون، یعنی سنگ ها. احجارون سنگ ها. بعد از این میگه بریدون. بریدون یعنی نامرسان، نامبر یا پاشته. برید پاشته. بعد از این میگوید ساعی البریدی.
ساعی البریدی یعنی خطکشان، خط رسان، اون کسی که خطهای پیامهای پشته را، پیامهای برید را میبرد در خانه ها میرساند، اون را میگن ساعی البریدی یعنی خط رسان یا خطکشان، یا میتونیم پاشتلیان بگیم. این با روسی است. به هر صورت ما شما تاجیک ها پاشتلیان رو بهتر و خوبتر میفهمیم، اما با تاجیکی خطکشان، خط رسان میشود. بعد از این میگوید مکتب البریدی. مکتب البریدی یعنی اداره پاشته، اداره نامرسان. مکتب البریدی مضاف مضاف الیه، اداره پاشته. بعد از این میگوید اشترا. اشترا یعنی که خرید. اشترا خرید و یک مرد در زمان گذشته. این فعل ماضی است، اشترا. و فعل مضارعش میشود یشتری. یشتری یعنی میخرد و یک مرد در زمان آینده. مصدرش میشود اشتراء یعنی خریدن. پس اشترا یشتری از باب 11 است، از باب اجتمع یجتمعو هست، یعنی از 11 باب ثلاثی، از 11 باب 22 باب صرفی است، از باب های ثلاثی مزید هستند. اشترا یشتری اشتراء به مثل اجتمع یجتمع اجتماع. بعد از این میگه هذا هو. هذا این هو فی، این همین میشه ترجمهش بکنیم، این همین است. هذا هو یعنی این همین است یا همین وی است. بعد از این میگه هیا. هیا یعنی بیا. هیا یعنی بیا. این اسم فعل امر است. هیا یعنی بیا. بعد از این میگه هیا نجلس. هیا نجلس یعنی بیا می نشینیم. هیا نجلس یعنی بیا می نشینیم. هیا فعل طلب که هست، نجلس جواب فعل طلب که هست، از این حساب آخرش چی شد؟ مجزوم شد. زیرا اینکه یکی از حالتهایی که فعل مضارع جزم می شود در جواب طلب واقع شود. هیا اسم فعل امر است یعنی طلب است، پس نجلس جواب طلب که هست، از این حساب آخرش مجزوم شد. هیا نجلس یعنی بیا می نشینیم. بعد از این میگه لابد من. لابد من یعنی ضرور است از. لابد یعنی ضرور است، واجب است. لابد ترجمهش میشه بگید که واجب است. پس لای نافیه للجنس است. بوده اسم لا است که در کتاب الاجرومیه خونده بودیم که لای نافیه للجنس عمل میکند در نکره ها. پس لای نافیه للجنس است. بوده اسم لا است، ببینید که نکره است. اسم لا است، نکره است. پس من بعد از این مجرور، هر چیزی که اسم مجروره که بیاید با اون میشود خبر لای نافیه للجنس. لای نافیه للجنس بوده اسم لا منصوب و علامت نصبش چی است؟ الفتحة الظاهره. بعد از این میگوید ثقیل. ثقیل یعنی وزمین. ثقیل یعنی وزمین. بعد از این میگوید و مع ذلك یعنی با وجود آن. و مع با وی. مع ذلك یعنی با وی، اما در ترجمهش میگیم با وجود آن. با وجود آن. بعد از این میگوید بعیدن. بعیدن یعنی دور. بعید دور. بعدش میگوید غیر بعیدین. غیر بعیدین یعنی دور نه. غیر بعیدین یعنی دور نه. بعیدن دور، غیر بعیدین یعنی دور نه. بعد از این میگوید کیفه. کیفه یعنی چی طور. این را همچنین اسم استفهام میگویند برای حالت را پرسیدن، برای سوال کردن از حال است. کیفه یعنی حال چی طور است، چی طور. بعد از این میگوید ترکه. ترکه یعنی ترک کرد و یک مرد
در زمان گذشته. فعل ماضی، فعل مضارعش از این واو معلوم می شود که میگوید این را دمه بده. بگو که یترکو یعنی ترک میکند و یک مرد در زمان آینده. یترکو ترک میکند و یک مرد در زمان آینده. ترکن ترک کردن. پس معلوم شد که ترک یترکو فعل امرش می شود اترک، از بابی یکمی ثلاث مجرد است. از 22 بابی صرفی باب یکم است، باب نصر ینصرو است. بعد از این میگه دعا. دعا یعنی دعوت کرد. دعا دعوت کرد یا فریاد کرد. دعا فعل ماضی است. فعل مضارعش میشود از این واو معلوم است میگه عین رو دمه بده. پس میگوید دعا یدعو. یدعو یعنی دعوت میکند، فریاد میکند. مصدرش میشود دعوتون. دعوتون یعنی دعوت کردن یا فریاد کردن، این مصدر است. اکنون دعا یدعو از فعل های ناقص است، ناقصی واوی است. اصل دعا دعوه بود. اصل دعا چی است؟ دعوه. دقت دادید اصلش دعوه. واو متحرک ما قبل مفتوح، عین را ببینید فتحه دارد. واو متحرک ما قبل مفتوح رو قلب چی میکنیم؟ قاعده گرفته بودیم قلب الف. پس میشود دعا، اما به الفش می نویسیم. الفی ممدوده، الفی دراز قطعی می نویسیم. چرا؟ زیرا اینکه این واو است. اگر یا باشد، اگر الفی مقصوره، الفی که به مثل یا از خانهش به مثل اون نوشته می شود. اما این اصلش واو کی است، برای خاطر به الفی دراز نوشته می شود. دعا یعنی دعوت کرد. به مثل چی است؟ به مثل نصاره. دعوه بود اصلش، نصاره. یدعو. یدعو اصلش چی است؟ یدعو است، به مثل ینصرو. ینصرو، اما واو حرف علت است. برای واو حرکت ثقیل است. حرکت چه میگیریم؟ بعد میگیم یدعو ساکن قطعی. یدعو یعنی فریاد میکند. پس یدعو به مثل ینصرو از یکم باب ثلاث مجرد، از 22 باب صرفی یکم باب است و کلمه مثال یایی است. مثال است، ناقص است، ناقص یایی است. ناقص است یعنی آخران حرفش حرف علت است. بعد از این میگوید سد. سد یعنی راه را بست. سد راه را بست. و یک مرد در زمان گذشته فعل ماضی. فعل مضارعش از این واو معلوم میشود، میگه بگو یسدو یعنی راه را میبندد و یک مرد. یسدو راه را میبندد و یک مرد در زمان آینده. پس صدون بستن، این مصدر هست. و این صد یسد صدون همچنین از باب نصر ینصرو است، لیکن این مضاعف هست. مضاعف چی بود؟ دو حرف اخیر کلمه یا جنس باشد. ببینید که صد در اصل چی است؟ در اصل صد صدده هست. در اصل چی است؟ صدده. صدده. دقت دادید؟ صدده است. دال یکم رو حرکتش رو میگیریم. دال یکم رو حرکتش رو میگیریم میشه صده. پس دال یکم ساکن، دال دویم متحرک، دال یکم رو در دویم ادغام میکنیم میشود صده. دقت دادید؟ میشود صده. اصلش صدده است. پس به مثل چی؟ نصره. صده به مثل نصره، اصلش صدده. یسدو چی است؟ اصل یسدودو است، به مثل ینصرو. ینصرو. پس دال یکم رو حرکتش رو در سین میدهیم. یس سین ساکن بود. یسدو دال یکم رو حرکتش رو در سین میدهیم میشود یسدو. دال یکم ساکن میشود، دال دویم متحرک، دال یکم رو در دویم ادغام میکنه میشود یسدو یعنی میبندد راه رو و یک مرد در زمان آینده. صدون در اصل صدون هست. صدون دال یکم ساکن، دال دویم متحرک به مثل نصرون.
مصدرش صدون به مثل صدون به مثل نصرون. دال یکم ساکن دال دوم متحرک دال در دال ادغام میکنیم میشه صدون. پس این هست اعلال و این هست کارهای صرفیش. اکنون فعل امرش چی میشود؟ فعل امرش میشود صد، صدی، صدو، اسدود. 4 نمود گفتنش جایز است. میشه بگی صد، معذرت میخوام صد نمیشود، سد، صد یا سدو. پس میگوی سد 1 نمود، سدو 2 نمود، سدی 3 نمود، اسدود 4 نمود. 4 نمود هر 4 گفتگیمون میشود که ببند تو یک مرد راه را. دقت دادید؟ سد، سدو، سدی، اسدود. 4 نمود گفتن مفرد مذکر است این همش. یعنی یک مرد رو امر کردی همین طور میگویی. دعا یدعو فعل امرش چی میشود؟ ادعو، آخرش حرف عین. ادعو عین ضمه دار و حذف میشود. ادعو یعنی دعوت کن، فریاد کن. پس این هست کلمه های نوی درس 47. این کلمه های نوی درس چند است؟ 47. با همین کلمه های نوی درس 47 با آخر رسید. پس میگذاریم به حوار و گفتگوی درس 47. صاحب کتاب میگوید یوجد فی شارعنا غیر بعید عن دارنا مکتب برید. یعنی هست، یوجد و هست یا پیدا می شود، یافت می شود در کوچه ما غیر بعید، نه دور، یعنی دور نیست، عن دارنا از حوله ما، مکتب برید یعنی اداره پاشته، اداره نامرسان. یوجد فی شارعنا غیر بعید عن دارنا مکتب برید. پیدا می شود در کوچه ما نه دورتر از حوله ما اداره پاشته. دقت دادید؟ یوجد فعل مضارع مجهول است. نایب فاعل در کجا است؟ زیرا اینکه یوجد فعل مضارع مجهول است. فعل مضارع مجهول یا فعل های مجهول فاعل ندارن، نایب فاعل دارن. پس نایب فاعل در کجا است؟ این مکتبویی که میبینید قریب در آخر کلمه و در آخر جمله، ان همین مکتبو نایب فاعل یوجدو است. دقت دادید؟ برای هم خاطر مرفوع است. مکتبو برای چی مرفوع شد؟ برای آنکه نایب فاعلی یوجدو هست. بعد از این میگه عمنا ساعل بریدی، یعنی عمک ما خط رسان است، خط کشان است. دقت دادید؟ عمنا، عمو مبتدا مضاف نا مضاف الیه، ساعل بریدی این میشود مضاف مضاف الیه خبر هست این. پس میگوی ساعی، اصل ساعیو باید باشد. پس میگوی ساعی، ساعل. پس میگیم ساعی خبر مرفوع علامت رفع الضمه المقدره، زیرا اینکه این یا حرکت برای ثقیل که بود حرکتش رو گرفتیم. پس میگوی ضمه المقدره منع من ظهورها الثقل، یعنی وزمینی، ساعیول باید باشد. پس میگوی ثقل هست و ساعی مضاف است و البریدی مضاف الیه هست. بعد از این میگه هذا هو مکتب البریدی، یعنی این انا همان اداره پاشته است. هذا هو مکتب البریدی، این انا همان مکتبی، یعنی که اداره خطرسان است، اداره نامرسان است. هذا مبتدا، هو را میشه ضمیر فصل بگیریم، مکتب خبری، هذا مکتب مضاف، البریدی مضاف الیه. بعد از این میگه فی مکتب البریدی صندوق للخطابات، یعنی در اداره نامرسان، در اداره پاشته، صندوق، صندوق است، للخطابات یعنی برای نامه ها است، للخطابات یعنی للرسائل یعنی برای رساله ها است، برای خط ها، پیام ها است. بعد از این میگوید فی مکتب البریدی یشتری الناس طوابع البریدی و الظروف، یعنی که فی مکتب البریدی در اداره نامرسان، در اداره پاشته، یا که مین بگیم بهتر و خوبتر است. مین مکتب البریدی یعنی از، اینجا در مین باشد افضلتر و خوبتر است.
من مکتب البریدی یعنی از اداره پشته، یشتری الناس مردم میخرند توابع البریدی مرکه پشته را و ظروف و همچنین میخرند ظرف های برای نامدازی را، نام انداختن را. دقت دادید؟ توابع یعنی مرکه پشته، مخصوص کاغذه که برای پشته معین هست، چند سوم میسپری او را میگیری، بعد در ظرف میچسبونی و ظرف تا برای کسی را روان کردنی باشی روان میکنی. اینجا در جای فی مین بگیم بهتر و خوبتر است. یا فی مکتب البریدی، در داخلی، اگر فی را بگیم فی ظرفیت، در داخلی اداره پشته میخرند مردم، یشتری فعل مضارع، الناس فاعلش، توابع مفعول به یشتری و ظروف و واو عاطفه، ظروف معطوف است در جای توابع، توابع منصوب است، ظروف را میبینید منصوب شد زیرا اینکه عطف است در جای توابع. بعد از این میگوید كتبت رسالة الى صديق من مسكو فاشتريت طابع بريد من مكتب البريد وظرفا والصقت الطابع على الظرف ووضعت الرسالة في الظرف ثم وضعته في صندوق الخطابات. اکنون میگه كتبت رسالة الى صديقي، یعنی نوشتم رساله به سوی دوستم، به سوی رفیقم، نوشتم خط پیام برای دوستم، برای رفیقم. من مسکو، از مسکو است، مسکو یعنی مسکو، پایتخت روسیه. فاشتریتو، پس خریدم، فاشتریتو پس خریدم، طابع بریدین یعنی مرکه پشته را، من مکتب البریدی از اداره پشته، و ظرفا همچنین خریدم میگه ظرف را، و واو عاطفه ظرفا عطف در جای تابعه، و خریدم همچنین میگه ظرف را. و الصقت الطابعه چسبانیدم مرکه را علی الظرف بر بالای ظرف، و وضعت الرساله فی الظرف و گذاشتم یعنی ماندم پیام را، خط را، فی الظرف در داخلی ظرف، در داخلی آن چیزی که از کاغذ ساخته شده است. ثم وضعته فی صندوق الخطابات، پس گذاشتم وی را در صندوق خطها، در صندوق پیام ها. اکنون این بود ترجمهش. میگه که نوشتم رساله برای دوستم از مسکو، پس خریدم مرکه پشته را از اداره پشته و ظرف را، و چسبانیدم مرکه را بر ظرف و گذاشتم پیام را در ظرف، بعد گذاشتم وی را در صندوق خطابات، در صندوق پیام ها. كتبت فعل فاعل رسالتا مفعول به، كتبت الى صديق جار و مجرور، من مسکو همچنین جار و مجرور، فاشتریتو پس در اینجا فعل و فاعل است، اشتریتو پس خریدم، اشترا تو ضمیر متصل مبنی علی الضم فی محل رفع فاعل، تابعه مفعول به اشتریتو، تابعه مضاف، بریدی مضاف الیه. من مکتب البریدی همچنین جار و مجرور مضاف مضاف الیه، و ظرفا عطف است در جای تابعه یعنی فاشتریتو ظرفا، باز همچنین میگه خریدم یک ظرفی. و الصقتو، الصقتو یعنی چسبانیدم من، الصق یلصق الصاقا، الصق چسبانید، یلصق میچسباند، الصاق چسبانیدن. اگه میگه الصقتو چسبانیدم من، فعل و فاعل، تابعه مفعول به الصقتو، علی الظرف بر بالای ظرف میگه، و وضعت الرساله و گذاشتم ماندم خط رو، و وضعت فعل و فاعل، الرساله مفعول به وضعت، فی الظرف جار و مجرور، ثم وضعته پس وضعته فعل و فاعل مفعول به است، وضعت ضمیر متصل مبنی علی الضم فی محل رفع فاعل، هو الهاء ضمیر متصل مبنی علی الضم فی محل نصب مفعول به، پس وضعته فعل و فاعل مفعول به است، یعنی گذاشتم من وی را، وی را یعنی چی را؟ یعنی ظرف را، هو ضمیر است برمیگرده به ظرف، گذاشتم من وی را یعنی ظرف را، فی صندوق الخطابات در صندوق خطها. بعد از این میگوید
كان حامد يمشي في الطريق فرأى في وسط الطريق حجرا كبيرا. یعنی بود حامد میرفت در راه، پس دید در وسط راه، در بین راه سنگ بزرگی را. دقت دادید کان فعل ماضی ناقص از اخوات کان، حامدون اسم کان، یمشی جمله فعلی خبری کان، یمشی فی الطریق. فرعا یعنی حامد بود میگه میرفت در راه، یمشی را فاعلش ضمیر مستتر تقدیر هو برمیگرد به حامد، یعنی میرفت پیاده را گردی میکرد حامد در راه. فرعا پس دید، رعا فعل ماضی است، فاعلش ضمیر مستتر تقدیر هو برمیگرد به حامد، پس دید حامد فی وسط طریق در بین راه حجرا کبیرا. حجرا مفعول به رعا هست، رعا فعل ماضی فاعلش هو، حجرا مفعول بهش است، حجرا کبیرا صفتی حجر است. بعد از این میگوید نظر حامد فقال، یعنی نگاه کرد حامد و پس گفت، حامد نگاه کرد پس گفت من وضع الحجر فی الطریق، یعنی کی گذاشته است سنگ رو در راه. من وضع الحجر فی الطریق، من استفهامیه برای عاقل، یعنی کدام آدم عاقل، کدام انسان گذاشته است سنگ رو در راه. وضع فعل ماضی فاعلش ضمیر مستتر تقدیر هو برمیگرد به من، الحجر مفعول به وضعه هست. بعد از این میگه لابد من رفعه عن الطریق، ضرور است یعنی که واجب است برداشتنش از راه، یعنی لازم است که برداشته شود از راه. دقت دادید لا نافیه للجنس است، بوده اسم لا است، من رفعه جار مجرور متعلق به کائنون خبر لا نافیه للجنس می شود، خبر لا نافیه للجنس. لا بد من رفعه ضرور است برداشتنش عن الطریق، یعنی از راه، برداشتن سنگ، یعنی سنگ رو باید برداریم میگوید از راه. بعد از این میگوید فاراد ان یرفعه ولکنه وجده ثقیلا فقال کیف ارفعه فكر قليلا ثم ترك الحجر ومشى ودعا اصحابه وقال لهم هناك حجر يسد الطريق هيا نذهب ونرفعه عن طريق الناس فذهبوا فرأوه في وسط الطريق. اکنون دقت بتید میگوید که فاراد ان یرفعه، پس خواست اینکه بردارد وی را، یعنی سنگ را. ولکنه وجده ثقیلا، ولکن وی یعنی همون حامد، هو ضمیر است برمیگرد به حامد، ولکن میگه همون حامد وجده ثقیلا پیدا کرد وی را وزمین، وجده پیداش کرد، دریافت کرد وی را. وجده فعل ماضی فاعلش ضمیر مستتر تقدیر هو مفعول به یکم، ثقیلا مفعول به دوم. دقت دادید وجده دو مفعولم میگیرد، پیدا کرد سنگ را وزمین. اکنون لکنه از اخوات این است، هو ضمیر متصل مبنی علی الضم فی محل نصب اسم لکنه، وجده جمله فعلی خبری لکنه می شود. فقال پس گفت کیف ارفعه، چطور بردارم وی را. ارفعه کدگی، ارفعه اینجا چی است؟ غلط است، باید چی بگید؟ ارفعه فعل مضارع است، یگان نواصب ندارد که منصوبش کنیم. یعنی کیف ارفعه یعنی چطور بردارم وی را، چطور ببردارم وی را. فکر قلیلا میگه کم ترک فکر کرد، ثم ترک الحجره پس گذاشت، ترکت میگه سنگ را، و مشا و رفت، و دعا اصحابه و فریاد کرد، دعوت کرد رفیقهایش را، و قال لهم و گفت برای رفیقهایش که هناک حجرون، آنجا گفت سنگ است، یسد الطریق راه رو میبندد، هیا نذهب بیا یک جا می رویم، و نرفعه یک جا می برداریمش، عن طریق الناس از راه مردم، فذهبوا فرأوه فی وسط الطریق
پس همه کسا یک جا رفتن، پس دیدن وی را در بین راه. دقت دادید؟ پس در اینجا اراده فاعلش ضمیر مستتر تقدیر هو برمیگردد به حامد. ان یرفع به تأویل مصدر مفعول به اراده می شود. یرفع فاعلش ضمیر مستتر تقدیر هو باز برمیگردد به حامد. هو ضمیر متصل مبنی علی الضم فی محل نصب مفعول به یرفعو. یرفع برای چی منصوب شد؟ برای در اولش ان اومد، ان ناصبه. ولکنه وجده ثقیلا، این را اعرابش بیان کردیم. فقال پس گفت، فاعلش ضمیر مستتر تقدیر هو برمیگردد به حامد. کیف ارفعه، چطور می بردارم من وی را؟ کیف اسم استفهام برای کیفیت، برای کیفیت است، برای حال است، یعنی حال برداشتن، چطور بردارمش. ارفعو یعنی فعل مضارع مرفوع علامت رفع الضمه الظاهره لتجرد عن النواصب والجوازم. فاعلش ضمیر مستتر تقدیر انا. هو ضمیر متصل، الهاء ضمیر متصل مبنی علی الضم فی محل نصب مفعول به. ارفعه پس در اینجا فعل و فاعل مفعول به است. می بردارم من وی را. چی طور می بردارم من وی را؟ فکر قلیلا، فکر کرد میگه کمی. فکر فعل ماضی فاعلش ضمیر مستتر تقدیر هو یعنی حامد. قلیلا این ظرف است، قلیلا ظرف است برای خاطر منصوب است. قلیلا یعنی زمانا قلیلا، زمانا قلیلا، وقتا قلیلا یعنی که وقتی کم. پس میتونیم نائبی ظرفش بگیریم، زیرا که وقتا قلیلا هست، یا زمانا قلیلا یعنی زمانی کم، وقتی کم. این نائب از جای ظرف است برای خاطر منصوب است. اصلش وقتا قلیلا صفت برای ظرف است. بعد از این میگه ثم ترک الحجره، پس ترکت سنگ رو. ترک فعل ماضی فاعلش ضمیر مستتر تقدیر هو برمیگردد به حامد. الحجره مفعول به ترکه. و مشا فاعلش هو برمیگردد به حامد. و دعا را همچنین فاعلش هو است، ضمیر مستتر برمیگردد به حامد. اصحاب مفعول به دعا هست. اصحاب مضاف، هو ضمیر الها ضمیر متصل مبنی علی الضم فی محل جر مضاف الیه است. و قال لهم، قال فاعلش ضمیر مستتر تقدیر هو است برمیگردد به حامد. و گفت حامد لهم برای ویها یعنی برای اصحابش. هم ضمیر برمیگردد به اصحاب یعنی گفت برای رفیقایش، اصحابش، دوستانش. هناک حجرون، آنجا گفت سنگ است. هناک ظرف است، حجرون خبر مبتدا، این خبر مقدم است متعلقش یعنی هناک کائنون یعنی آنجا هست. حجرون مبتدا مؤخر هست. یسد الطریقه، یسد فعل مضارع فاعلش ضمیر مستتر تقدیر هو برمیگردد به حجر یعنی میبندد همین سنگ الطریقه یعنی راه را. پس یسد الطریقه جمله فعلی صفت الحجر میشه، صفت حجر میشود. صفت حجر یعنی آنجا سنگ است. صفت سنگ همین است که راه را میبندد، راه را بسته است. بعد میگه هیا نذهب، بیا میرویم، فعل طلب و جواب طلب. و نرفعه اینجا عطف است در جای نذهب. عطف است در جای چی؟ جای نذهب. نذهب منصوب است برای چی؟ مجزوم است برای چی؟ برای جواب طلب است. پس نرفع عطف است در جای همین. جایز است بگم نرفعه و میبرداریم ما یک جور. دو وجه خواندن اینجا جایز است، نرفعه یا که نرفعه، عین رو ضمه دادنم جایز است. و نرفع فعل مضارع فاعلش ضمیر مستتر تقدیر نحن. نذهب همچنین فاعلش ضمیر مستتر تقدیر نحن. اما این هو الها ضمیر متصل مبنی علی الضم فی محل نصب مفعول به است. عن طریق ناسی، عن حرف جر، طریق اسم مجرور، طریق مضاف، ناسی مضاف الیه. فذهبوا پس رفتن و همه یک جا. ذهب فعل ماضی مبنی علی الضم لاتصال بضمیر رفع بضمیر بواو الجماعه. الواو، این واوی که میبینید واو ضمیر جمع مذکر است. الواو ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل رفع فاعل. فرعوه دقت دادید؟ فرعوه. رأى فعل ماضی است. این ر و همزه هر دوش فعل ماضی است. این واو چی است؟ این واو ضمیر جمع مذکر است و مثل در فذهبوا گفتیم کو و مثل همین است. این واو ضمیر جمع مذکر هست. فرعوه
پس این واو ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل رفع. هو الها ضمیر متصل مبنی علی الضم فی محل نصب مفعول به است. فرعوه پس دیدن همون رفیقای حامد دیدند. هو یعنی ویران، هو ضمیر برمیگرد به حجر، دیدن سنگ رو. فی وسط طریقی در بین راه. بعد از این میگوید قال خلیل، گفت خلیل. قال فعل ماضی، خلیل فاعل قال. گفت خلیل یعنی که از رفیقای حامد. هذا حجر ثقيل الرجل الواحد لا يرفعه ولكننا جميعا مع ذلك نرفعه ان شاء الله. میگوید که هذا حجر ثقيل، این سنگ وزمین است. الرجل الواحد یعنی یک مرد، الرجل یک، واحد یک، الرجل مرد، واحد یک. الرجل الواحد یعنی یک مرد، لا یرفعه نمی بردارد وی را، ولکننا ولیکن ما یک جا، جمیعا یک جا، ولکننا جمیعا یعنی ولیکن ما همه یک جا، مع ذالک با وجود این، نرفعه می برداریم وی را، ان شاء الله اگر الله خواهد، اگر خواهد الله. اکنون هذا مبتدا، حجر خبر هذا، خبر مبتدا، ثقيل صفت حجر می شود. الرجل الواحد، الرجل مبتدا، الواحد خبر رجل، الواحد صفت رجل، الواحد صفتش می شود. لا یرفعه، در اینجا لا یرفعه یعنی یک مرد برداشته نمی تواند وی را. لا یرفعه را میتونیم بگوییم که این حال است از رجل، حال از کی؟ از رجل، حال کونه لا یرفعه. یک میتونیم خبرش بگیریم الرجل الواحد لا یرفعه، یعنی که یک مرد نمی بردارد وی را، برداشته نمی تواند وی را. الرجل مبتدا، الواحد صفت رجل، لا یرفعه جمله فعلی در محل رفع خبر الرجل، خبر مبتدا. یرفعه فعل مضارع مرفوع لتجرد عن النواصب والجوازم، فاعلش ضمیر مستتر تقدیر هو برمیگردد بر رجل. این هویی که در آخر یرفعه، این هو ضمیر متصل مبنی علی الضم فی محل نصب مفعول به. ولکننا، لکن از اخوات این، نا ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل نصب اسم لکن جمیعا حال از نا، از ضمیر، مع ذالک با وجود آن، این ظرف است. نرفعو جمله فعلی خبری لکن نمیشود. بعد نرفعه جمله فعلی خبری لکن نمیشود، جمیعا حال از نا میشود. ولکننا جمیعا حال کوننا مجمعین، در حال بودنمون یک جا. مع ذالک با وجود آن، این ذالک اسم اشاره است برمیگردد به ثقیل، به حجر ثقیل، یعنی با وجود وزمین بودن سنگ، با وجود آن یعنی با وجود وزمین بودن سنگ، نرفعه میبرداریم وی رو. نرفعه فاعلش ضمیر مستتر تقدیر نحن، هو ضمیر متصل مبنی علی الضم فی محل نصب مفعول به ان شاء الله، اگر الله خواسته باشد. پس این هست درس 47 از کتاب تعلیم زبان عربی و در اینجا درس 47 رو به پایان میرسانم. تا درس آینده یکایک شما رو به الله تبارک و تعالی میسپارم. هر کجایی که باشید سلامت و موفق و مؤید باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.